همی زن فرعون از همی مردای مفشما کرد، از 1 میلیون مرد در یک پلی ترازو بان، خود یک خانم فرعون در دیگه پلی ترازو بان. رتبه کی بلند است؟ رتبه از چرا بلند است؟ الله میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. الله مثال بیان کرده برای مؤمنان خانم فرعون را. خانم فرعون چی کمال داشت؟ شوهرش کافر بود، طاغوت بود. فهمید یعنی فکر کو امیال زن چیز مسلمان باشه، زن ترامپ. فرعون اینمی ترامپ واره بود. فرعون ما و شما، فرعون عصر ما و شما زیاد فرعون ها داریم. یک فرعونش ترامپ است، کافر بسیار خطرناک. در او عصر ترامپ او وقت کی بود؟ فرعون بود. و فرعون خانمش مؤمن بود، با ایمان بود. برش گفت که ات یک خانه برات یک قصر جور کنم که از او که در قصر لکس نباشه و ات لباس ها برات بگیرم. لباس چی میکنی؟ بسته برات همی سیتی سنتر برات میارم، کلم مرکز لباس فروشی ده. طلا میخوایی ایش شویکای که بر زنای خود 100 گرم 100 گرم گرفته یا شویک است، از تو لالایت برات کیلو کی طلا میخره. خامق که تسلیم مشو. خانم فرعون روی خود به طرف الله کرد. پروردگار یک خانه برای من بنا کده. کجا؟ و نجینی من فرعون و عمله، و مرا از این فرعون کثیف و از اعمال زشت از یا نجات بده. من نگفت خانه تا کار دارم، نه قصر تا کار دارم، نه طلای تا کار دارم، نه چیز. گفتم مرا بازی دادن نمیتونی، تو یک انسان ضعیف هستی. رب العالمین خالق است که کائنات خلق کرده، قدیر است، حلیم است. برای ما رجوع میکنه. تو چی هستی؟ این حال شما فکر بکنید که خانم فرعون خوب غیرت داشتی. امیال مردم، امیال بسیار مردم ها را سعی کنید تو خیزک میزنه. هم یک ماش $2000 که برش پیدا شد نه، باز مرغ واره چون بایسکل نداره، باز یک کلی موتر زریده که برش داد، باز که سهل کنی. ایمان خود از دست میده. خانم فرعون با میلیون دلار که خانه قصر چی میگه و طلا چی میگه و خانه چی میگه، امکانات چی میگه، به فرعون تسلیم نشد. الله میگه او مردا غیرتتان از زن یاد بگیرید. ضرب الله مثلا. ضرب المثل چی میگن؟ نمونه مثال در زندگیت کی رو بگی؟ خانم فرعون میگه غیرتت مثل غیرت خانم فرعون. سعی کنید چه غیرتی داره. سبحان الله. برای مشاهده کلیپ های جدید ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید.